مؤسسه‌های تعلیمی شهر ایسار برای گذراندن فصل سرما تیاری همه‌جانبه دیده موافق با معلومات انگشت و هیزم و دیگر نمود سوزشواری ذخیره کرده شده است. در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی که ما آنجا دیدن کردیم، مأموریت چون همساله در انبار مکتب 10-15 تن انگشت، 8 تا 10 کوب هیزم و نزدیک به 100 لیتر سوزشواری ذخیره نمودند. مؤسسه تعلیمی ما پورا با گذراندن زمستان گذرانی 2021-22 آمادگی گرفته است. در انبار مؤسسه علاقه ما 18 تن انگشت ذخیره کرده هستیم. مقدار ضروری هیزم ذخیره شده است و از طرف کمیته پدر و مادران نسبت این مسئله به ما کمک ها می رسد و باید یادآور شد که این سال خوانش نو مؤسسه از طرف پدر و مادر پورا تعمیر کرده شد. زمستان گذرانی در مؤسسه علاقه ما با مقدار 32 تن انگشت و قریب 5-6 کوب هیزم علاقه تیار کردیم و سیمخانه های ما که از 20 سیمخانه عبارت می باشد، کابینت های فنی هستند. ما با یک سری بلند گفته میتونیم که زمستان امسال رو به یگم کمبودی پس سر کرده میتونیم، برای که ما تمام شرایط ها هست، عموما یگم تنقصی نداریم. دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ایسار اجرای خود را یافته است. خوانندگان چطوری که شاهد شدیم با تمام شرایط خوب تعلیمی در این مؤسسه‌ها تامین می‌باشد. برای زمستان گذرانی سال‌های 2021-2022 پورا با انگشت سنگ و هیزم تامین بوده، زمستان در پیش ایستاده را به یگان مانعگی پس سر می‌نماییم. برای زمستان گذرانی در انبار 37 تن انگشت سنگ و 17 کوب هیزم ذخیره کرده شده است. از آن جمله سوزشواری دیزلی 100 لیتر. برای زمستان گذرانی سال‌های 2021-2022 در مؤسسه ده شهر ایسار آمادگی دیدیم. به کمبودی ما میگذاریم زمستان رو پس سر میکنیم. تمام سیمخانه ها شیشه بندی تامین هستند. مقدار انگشت 20 تن است، هیزم 6 تن. شرایط تعلیم و تربیت خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر ایسار در مجموع قناعتبخش مشاهده گردیده. در چنین امکانیت‌های فراهم آورده حکومت مملکت تنها خوانش خوب و اعلای طلبگان مهم دانسته می‌شود. گزارش صاحب نور عبدالرسولов خورشید علیموف از شهر ایسار برای برنامه اطلاعاتی نوید.